آدم من اولاق، سالم من چلاق. هر کی با هر تفکر، حسد ریا تکبر، مجیزی بگی حال میاد، نقد کنی میشه دلخواه. من که ادعایی ندارم، یه خرم خر میام خر میرم از دنیا. تویی که آدمی اشرف عالمی، درست چوی کمی تو دنیا. وقتی به تاریخ خوب که نگاه میکنی میبینی، تکرار ادبار میبینی، یاد نمیگیری همینی. با اجازه آقا جان من داشتم میخواندم. میخوندی؟ بله. آره بینی بابا، مگه خر ملایم خواننده میشه؟ وای بر تو. ملا نصرالدین در نظر شرقی ها رندی است که خودش را به دیوانگی و سادگی میزند. وای بر من. ساکت آقا جان، بلبل رازی نکن. خلاصه ملا اغلب نقش منفی دارد، یعنی گرچه کلاه سرش میرود اما حرف حق را در زیر لفاف شوخی و مزاح میگوید. وای بر تو، وای بر تو. ای زهر حلاحل کودکش خر، دارم مت میخوانم هی با چرا ادا در میاری؟ بخوان. القصه حکایت هایی را به ملا نصرالدین نسبت میدهند که خالی از کنایه و ذوق و گاهی نیش های تند نیست. وای بر من. سر تو انبار. ای بی تربیت بی سواد. دهنتو گاز بگیر، اولاغ برای من ادعا میکنه. من که ادعایی ندارم، یه خرم خر میام خر میرم از دنیا. تویی که آدمی اشرف عالمی، درست چوی کمی تو دنیا. وقتی به تاریخ خوب که نگاه میکنی میبینی، تکرار ادبار میبینی، یاد نمیگیری همینی. حالا هر جا که دوست داری اینا را شیر کن، لاین اونا، واتس اپ اینا. وای بر ما، وای بر اونا، وای بر